سلام و روزتان بخیر بیننده عزیز آزادی. برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 20 ینور است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: بار صاحبکاران تاجیک ماه‌ها باز در چین بند مانده است. تاجران میپرسند راه کی باز می شود؟ آغاز بنیاد مرکزی آموزش نجات دهندگان در تاجیکستان. جو بایدن رئیس جمهوری نو آمریکا در شرایط نگرانی از وقوع بی‌ترتیبی ها سوگند یاد میکند و بانک آسیای رشد برای نصب حسابکنک های الکترونی به تاجیکستان 105 میلیون دلار میدهد. بعضی از صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که مال و کالای خریدهشان ماه‌ها باز در چین بند مانده تجارتشان را در کشور بی‌رونق کرده است. از جمله عبدالله صاحبکار تاجیک چند سال است که از چین مال می‌آورد. او گفت از ماه اکتبر سال گذشته به این طرف منتظر آمدن بار از چین است. این صاحبکار در صحبت با رادیوی آزادی گفت موسم پایافزال‌های زمستانه که قرار بود تیر ماه وارد بازار می‌کرد الکی گذشت، اما هنوز هم از بارها درک نیست. کارشریکان این صاحبکار از چین گفتند به دلیل بسته بودن راه نمی‌توانند بار را به تاجیکستان فرستند. عبدالله در بازار کاروان شهر دوشنبه تاجر است و از سرنوشت ناروشن ده‌ها هزار سامانی‌اش که برای خریدن مال در چین صرف کرد نگران است. در گذرگاه مرزی قلمه قراسو در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک تماس تلفنی گفتند واردات مال از چین از تیر ماه سال گذشته منع شده، مرز بسته است و معلوم نیست که کی گشوده می شود. چین یکی از شریکان اساسی تاجیکستان است و بیشتر مال‌های نیاز مردم را از آنجا می‌آورند. در منطقه قره‌طاق تاجیکستان ساختمان نخستین مرکز آموزش نجات دهندگان در حالتهای فوق‌العاده طبیعی در آسیای مرکزی شروع شد. در این مرکز همزمان نجات دهندگان افغانستان نیز می‌توانند تعلیم بگیرند، زیرا آفت‌های طبیعی در این کشور مشابه حادثه‌های طبیعی در تاجیکستان بوده است. همکاران ما اسکندر فیروز و برات یوسفی در این مراسم شرکت داشتند و این گزارش را آماده کردند. بنیاد نخستین تمرینگاه زمانوی نجاتبخشان آسیای مرکزی در خرابه‌های قسم نظامی 45045 کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان شروع شد. این تمرینگاه در مساحت 28 گکتار ساخته شده. در آن نجاتبخشان نیروهای حالت‌های اضطراری عملیه نجاتبخشی و رسانیدن کمک به آسیب دیدگان آفت‌های طبیعی را خواهند آموخت. ساختمان تمرینگاه و مرکز آموزشی در 2 دور انجام خواهد شد. دور اول بنیاد و تعمیر کل بناهای تعلیمی، بنای معموری، مهمانخانه، گذرگاه نظارتی، همچنین بنیاد شبکه‌های برق رسانی، آب آشامیدنی و گرمدهی، شبکه‌های کاریزی و آبادکاری حدود مرکز تعلیمی، خرید مبل و تجهیزات را فرا می‌گیرد. برای انجام مرحله اول بنیاد تمرینگاه اتحادیه اروپا از طریق سازمان امنیت و همکاری در اروپا 1 میلیون یورو کمک مالی کرده است. این در عموم یک طرح نادر برای اتحادیه اروپا مخصوصاً برای تاجیکستان است. همچنین این نخستین طرحی است که اتحادیه اروپا مشترکاً با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان انجام می‌دهد. همچنین روی دست گرفتن این طرح نتیجه همکاری‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و سفارت فرانسه در تاجیکستان میباشد. مرحله دوم بنیاد تمرینگاه برای نجاتبخشان در شرایط کوهستان را در نظر دارد. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت برای ساختن آن نزدیک 2 میلیون یورو در کار است و حالا جستجوی سرمایه‌گذار ادامه دارد. این طرح به نمایش می‌گذارد که ما 2 سازمان بین‌المللی تا کدام اندازه همکاری خوب می‌کنیم تا یک طرح خیلی مهم را اجرا کرده به طرف قبول کننده و کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌سپاریم. قرار است پس از بنیاد تمرینگاه و مرکز آموزشی در حالت‌های فوق‌العاده طبیعی نجاتبخشان نهادهای حالت‌های اضطراری از کشورهای همسایه از جمله افغانستان در اینجا تمرین و آموزش بگیرند. این برنامه بر ما نهایت مهم و حیاتی است. هرچند در گذشته ها در این راستا تعلیم و تربیت در قسمت جوانان افغانستان صورت گرفته، ولی توقع و تقاضای ما است که در مرحله بعدی هم جوانان ما در این راستا تعلیم و تربیت شوند.
дар нақша аст ки марҳалаи аввали тарҳи бунёди тамрингоҳ ва маркази омӯзишӣ барои наҷотбахшони ҳолатҳои фавқулодда то моҳи ноябри соли ҷорӣ ба анҷом расад. марҳалаи аввали бунёди маркази омӯзиширо ширкати осиё бар уҳда дорад. ҳар сол дар ҳолатҳои табиӣ назири селу заминларза ва тармафароӣ даҳҳо нафар ҷони худро аз даст дода ба иқтисоди тоҷикистон миллионҳо сомонӣ зарари молӣ мерасад. наҷотбахшон умедворанд ки тамрингоҳи нав ба афзоиши тавоноӣ ва маҳорати онҳо дар бархурд ба офатҳои табиӣ нақши муҳим хоҳад дошт. امروز قرار است رئیس جمهوری منتخب آمریکا جو بایدن سوگند یاد کند و برای شروع کار به کاخ سفید کوچد. این مراسم در شرایط نگرانی ها از وقوع بی‌ترتیبی ها برگزار می شود. مقامات در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا و در سراسر مرکزهای ایالت‌های این کشور خود را برای پیشگیری از تظاهرات احتمالی خشونت‌آمیز در آستانه مراسم سوگند پرزیدنت منتخب جو بایدن آماده می‌کنند. هزاران نفر از سربازان گارد ملی برای تامین امنیت در واشنگتن سفربر شدند و مقامات قصد دارند راه و پل‌ها به سمت این شهر را ببندند. انشاءات تاریخی و مؤسسه‌های مهم واشنگتن چند روز است که در محاصره نیروهای امنیتی هستند و دستنارس شدند. نگرانی‌ها درباره احتمال سر زدن بی‌ترتیبی‌ها پس از آن زیاد شد که روز 6 ژانویه طرفداران دونالد ترامپ به بینای کاپیتول حمله کردند و جلسه هر دو پالات پارلمان آمریکا را به هم زدند. درباره مراسم سوگند یادکنی جو بایدن و تحولات‌های اخیر آمریکا سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیایی رشد در 6 شهر و ناحیه دنقره حساب‌کنک‌های الکترونی نصب کرده است. این نوع حساب‌کنک‌ها به شکل پیش پرداخت عمل می‌کنند، یعنی ساکنان نخست در کارت حساب‌کنک پول می‌گذارانند و برابر با آن برق خواهند گرفت. بانک آسیایی رشد برای اجرای این طرح به تاجیکستان 105 میلیون دلار گرانت و یا کمک بی بازگشت جدا کرد. رادیوی آزادی روز 19 ژانویه سند را دسترس کرد که شیوه خرج این مبلغ‌ها را معین کرده است. بنا به این سند تاجیکستان در صدد است با خرج 52 میلیون دلار از این مبلغ‌ها در خانه‌های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکن، استرافشان، اسفره، کنیبادام، بوستان و ناحیه دنقره بیش از 398,000 حساب‌کنک الکترونی برقی نصب کند. پس از این فروش برق با اصول بیلینگی به راه مانده می شود، یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط و یا آنلاین به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری کارت خاص داده می شود و آن موافق همان پولی که در کارت گذاشته است برق می گیرد و در صورت تمام شدن پول حساب‌کنک به طور اتوماتیک انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع می کند. روزنامه‌نگار سوپر تیوی قرقیزستان شایسته شتمن و در فیسبوک نوشته است با او تلفنی هشدار دادند که مسائل مربوط به رحیمبگ مترعیموف معاون پیشین رئیس خدمات گمرکی قرقیزستان را بازتاب نکند. به گفته او این هشدار را بعد آن شنید که اجرا کننده وظیفه‌های پرزیدنت قرقیزستان تالان مامیتوف را برای صحبت به برنامه تلویزیونی دعوت کردند و سوالها را به وی پیشکی فرستاد. روزنامه‌نگار میگوید آنها از اجرا کننده وظیفه‌های پرزیدنت قرقیزستان درباره مترعیموف نیز سوال کردند. از جمله پرسیده شد که چرا مامیتوف وکیل دفاع مترعیموف ها را دادرس تعیین کرده است. شتمانوف میگوید اسکندر مترعیموف وکیل پارلمان قرقیزستان و برادری رحیمبگ مترعیموف با او زنگ زده گفته است چرا همیشه مسائل مربوط به مترعیموف ها را مطرح میکنید. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 20 ژانویه چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامدادی تقدیم شما شد. با ما بودن را فراموش نکنید و نظر و پیشنهادهای خود را حتما به ما نویسید. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.